بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین الذي سمی فی السماء باحمد و فی الارضین بابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای منان بر همه ما منت نهد و از باقی مانده غیبت امام زمان صرف نظر بفرماید. عیدی همه ما را در این شب و روز خجسته فرج موفور و سرور امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها از زوایای مختلفی قابل طرح و بررسی است، اما اون چرا که امشب محضر خواهران و برادران کرامند تقدیم می کنم توجه پیدا کردن نسبت به این نقطه زندگی حضرت زینب سلام الله علیها است که در شدیدترین حالات این بزرگوار به امام زمانش پناه میبرد. در وهله اول وقتی من این موضوع رو محضر شما عزیزان مطرح میکنم، میگن شاید بعضی از عزیزان بفرمایید که این که دیگه شما توضیح واضحات میخوای بدی. خب معلومه هر مأمومی به امامش پناه میبرد، هر مأمومی در انتظار صدور فرمان از ناحیه امام و حجت خداست. این که دیگه به اصطلاح امتیاز نیست. جواب ملاحظه بفرمایید که حضرت زینب سلام الله علیها در چه وهله‌ای و در چه حالتی به امام و حجت خدا پناه میبرد. اصلا شاید با نگاه ابتدایی خیلی خنده‌دار باشه، خیلی عجیب باشه که این دیگه چه مطلبیه. شما ملاحظه بفرمایید اگر یه جایی آتیش بگیره، فرض بفرمایید تو خیابون دارید راه میرید، یه وقت نگاه کردید دیدید که یه ماشینی کنار خیابون این آرام آرام شعله‌های اولیه، عرضم بزرگ شما که توی این ماشین شعله ور شده. خب شما در این زمینه چه کار میکنید؟ سلام علیکم و رحمت الله. چه کار میکنید؟ آیا از دیگران
کسب تکلیف میکنید. مثلا حالا عرض به حضورتون که آقا ما چیکار بکنیم؟ نه، اگر شما از این کپسولای آتش نشانی داشته باشید بلا فاصله از تو ماشینتون در میارید، دوان دوان ماشینتون هم همینطوری رها میکنید وسط خیابون، میگید من برم اینا رو نجات بدم دیگه، خیابون رو از این ماشین رو از آتش سوزی نجات بدم. یا اگر از این کپسولام نداشته باشین، عرض به محضرتون که سعی میکنید، تلاش میکنید در راستای این که حالا افرادی که توی این ماشین گرفتار شدن اینا رو از توی اون هیته آتش خارج بکنید. این که دیگه سوال نداره، این که بخوای از این سوال بکنی آقا من چیکار بکنم، شما چیکار بکنید، نه، همه میدونن که در لحظه آتش گرفتن باید یا آتش رو خاموش کرد یا لااقل افرادی که دارن در اون هیته میسوزن اونا رو نجات داد. درسته؟ اما حضرت زینب کبری سلام الله علیها این کار رو انجام ندادن. خوب دقت بفرمایید. حضرت زینب کبری سلام الله علیها این که چادرشونو ببندن دور کمرشون، بپرن وسط آتش، مثلا آتش رو خاموش کنن یا افرادی که تو خیمه هستن اونا رو نجات بدن، اصلا این کار رو نکردن. حالا آتش وسط خیمه ها داره شعله ور میشه، حضرت زینب کبری تشریف آوردن تو خیمه. شما رو به صاحب امشب قسم میدم دقت بفرمایید. حضرت زینب تشریف آوردن تو خیمه در کنار بستر امام و حجت خدایی که اصلا توان حرکت ندارد، زین العابدین علیه السلام. اونقدر حضرت در تب، به اصطلاح در حرارت تب میسوزه که اصلا نمیتونن بدنشون رو کنترل بکنن. نشون به این نشون، نیم ساعت قبل وقتی امام حسین تشریف آوردن توی خیمه که خداحافظی بکنن با زین العابدین، آقا زین العابدین به عمه جانشون زینب کبری فرمودن یا عمه الی صدرک فسندینی، عمه جان منو در به اصطلاح آغوش خودت بگیر، منو به سینه خودت بچسبان، من بتونم بشینم در مقابل امام و حجت خدا، بتونم پامو جمع بکنم. یعنی به همین مقدار زین العابدین قدرت و توان نداشتن که پاشونو جمع بکنن. خب خانم آتیش داره همه جا رو فرا میگیره، شما اومدی از این آقا، اینم با این وضعیت، بله میخوام به همه عالم بفهمونم که امام است، چه سالم باشد یا چه در بستر بیماری باشد. امام است، چه حاضر باشد چه غائب باشد. این مهمترین پیامیه که حضرت زینب کبری سلام الله علیها به من و شما بیان میفرمایند. امام است. ماها ببخشینا، ماها امام زمان علیه السلام رو امام حی حاضر خودمون نمیدونیم. برای بقیه ائمه یه حساب باز کردیم، امام زمان علیه السلام هم پس پرده غیبتن، حالا که نیست. فکر میکنیم شأن امام در غیبت و در دوران غیبت با شأن امام در دوران ظهور فرق میکنه. نه عزیز من، امام است، چه در پس پرده غیبت باشد چه در علن و آشکار باشد، امام است. لذا زینب کبری تشریف آوردن تو همون خیمه، به امام زین العابدین عرضه داشتن یا بقیت الماضین و یا ثمار الباقین، ای آقایی که پناه و پناهگاه باقی ماندگان هستید. این جمله رو میدونید از کجا وام گرفته حضرت زینب؟ جناب ابو طالب سلام و صلوات خدا که این بزرگوار نوه ابو طالب دیگه، دختر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، این جمله رو حضرت زینب کبری از جدشون ابو طالب فرا گرفتن که جناب ابو طالب در مدح پیامبر فرمودن ثمال الیتاما اسمت الارامل، ای آقایی که پناهگاه برای ایتام هستید.
وقت زینب کبرا اومدن تو خیمه فرمودن یادگار برادرم، ای پشت و پناه ما چه دستور میفرمایید؟ خیمه ها رو آتش زدن. بفرمایید دستور چیه؟ حکمان چه تو اندیشی، لطفان چه تو فرمایی. در واضح ترین دستورات باید از امام و حجت خدا غافل نشد. از امام باید کسب تکلیف کرد. آیون هدایت دو نوعه، هدایت ظاهری، هدایت باطنی. اگه فرض بفرمایید شما در دوران امام رضا علیه السلام بودید، امام رضا میرفتید محضر حضرت، با آقا عرض میکردید که ابن رسول الله ببخشید من کار و کسبم یه مقداری عرضم بزرگ شما که ضعیفه، کجای زندگی میلنگه که من کار و کسبم و ارتقا بدم؟ حضرت شما رو عرضم بزرگ شما که راه رو به شما هدایت الی طریق میکردن، راه رو به شما میگفتن، میفرمودن شماها نماز صبحتون رو دیر میخونید، وقتی که خورشید میخواد در بیاد همون موقع میخواید نماز صبحتون رو بخونید، لذا خدا خیر و برکت رو از زندگیتون برداشته. اگر میخواهید که خدا به رزق و روزی و زندگیتون برکت بده، نمازتون رو اول وقت بخونید. هنوز وقتی که ستاره ها تو آسمون هست نمازتون رو بخونید. درسته؟ اما شأن امام در پس پرده غیبت این است که من و شما رو هدایت کنه، اما لازم نیست که حتما راه رو به من و شما نشون بده. نه، ایصال الی المطلوب میکند، خواسته شما را برآورده میکند. شأن امامه. امام که دیگه به اصطلاح حاضر و غائب نداره. امام است، امام هدایتگر است. شما این آیه رو ببینید، قرآن میفرماید و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا، ما ائمه رو قرار دادیم که هدایت میکنند. ببخشید تا سال 260 که وفات و شهادت امام عسکری علیه السلام بود، امام عسکری هدایتگر بودن. یعنی از سال 260 تا امروز 1200 سال که میگذره دیگه این آیه تعطیل شده. دیگه خدا هدایت نمیکنه. این آیه رو یه علامت ایکس روش زده و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا. الان این آیه زنده است یا نه؟ الان این آیه پویاست یا نه؟ اگر امام و حجت خدا هدایتگر است، باید ببخشینا معذرت میخوام، الان شما تو کارتون مشکل پیدا کردی، یه قطعه داری تولید میکنی، هر کاری که میکنی به اون لحظه آخر که میرسه دقیقه 90 کل کارت از هم دیگه متلاشی میشه. مثلا میخوای یه چیزی، یه قطعه رو تولید بکنی، اون لحظه آخر متلاشی میشه. از این سوال میکنی، از اون سوال میکنی، این به اصطلاح روش رو به کار میگیری، این روش رو به کار میگیری، هیچی برات به اصطلاح تحصیل نمیشه. اگه شما به امام زمان علیه السلام متوسل بشید، از امام زمان بخواهید یا ابن الحسن شما امام من هستید، من از شما تقاضا میکنم تو این قضیه من رو هدایت بکنید. امام زمان علیه السلام این کار رو با شما نمیکنه. کافیه فقط من و شما توجه پیدا بکنیم. ما توجه به امام و حجت خدا نداریم، سر هر کس و ناکسی میریم به استثنای امام و حجت خدا، و این بدبختی ماست در دوران غیبت. همه ائمه جایگاه خاص خودشونو دارن، اما امام زمان من و شما نباید جایگاهش رو ما فراموش بکنیم. من یه روایت خدمتتون بخونم. این بحث خیلی دامنه داره ها. عزیزان، سروران و فرهیختگانی که در مجلس شرف حضور دارن خودشون متذکر هستن، خیلی ابعاد گسترده‌ای توی این بحث هست. 2 برادر بودن، اینا کانا یریدان المزار، خواستم برم زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. تو یا راه رو گم کردن یا به اصطلاح محاسباتشون اشتباه در اومد، خطای محاسباتی کرده بودن. آب تمام شد، مشک آبشون خوش شد، رفتن. این 2 برادر
میگن که یکیمون از شدت تشنگی افتاد، او دومی هم باز از شدت تشنگی افتاد تو بغل این اولیه. یه مقداری رمق داشتید، برادرش داره از تلف میشه، از دست میره. گفت شروع کردم خدا رو به حرمت پیغمبر خدا قسم دادم، خدا رو به حرمت امیرالمؤمنین قسم دادم، به حرمت امام مجتبی و سید الشهدا و زین العابدین و به اصطلاح امام باقر الی آخرهم، تا رسیدم به اون آخرین فردی که از ائمه هست، حتی بلغ الی آخرهم جعفر ابن محمد. من متوسل شدم به آقا امام جعفر ابن محمد الصادق، فلم یزل یدعوه و یلوذ به. همینطوری تکرار کردم یا جعفر ابن محمد، یا جعفر ابن محمد، یا جعفر ابن محمد، همینطوری تکرار کردم. گفت همینطوری که تو بیابون به اصطلاح از همه جا ناامید بودم، یه وقت دیدم یه مرد عرب ناشناسی اومد، السلام علیک، السلام علیک و علیکم السلام. گفت که چی شده؟ گفتم والله ما داریم میریم زیارت قبر مطهر آقا سید الشهدا علیه السلام و خلاصه گرفتار خشکسالی شدیم و دیگه آب نداریم، داریم از تشنگی میمیریم. گفت یه چوبی رو از تو جیبش در آورد، یه عودی رو در آورد، یه شاخه درختی رو در آورد. گفت اینو بذار بین دوتا لبای برادرت که حالا در معرض خطره. گفت من این چوب رو گذاشتم بین دوتا لبای برادرم، یه وقت دیدم چشاشو باز کرد، شروع کرد ارزم شما که تکون خوردن، بلند شد قشنگ چارزانو نشست، حالش خیلی عالی شد. انقدر حالش خوب شد که ما دیگه اصلا یادمون رفت که ما تشنه ایم. بلند شدیم از جامون و سوار مرکبامون شدیم و رفتیم زیارت ابی عبدالله و برگشتیم کوفه. بعد رفتم زیارت امام صادق علیه السلام. ظاهرا این روایت مال زمانی است که امام صادق در کوفه به اصطلاح تشریف داشتن، ظاهرا حدود 1 سال 1.5 سال حضرت توی کوفه بودن. گفت رفتم خدمت امام صادق، تا امام صادق منو دیدن فرمودن اون چوبه کو؟ اون شاخه درخته کو؟ گفتم آقا شما با خبرین؟ فرمودن که چی شد قصت؟ گفت آقا ابن رسول الله ما وقتی گرفتار تشنگی شدیم دیگه از همه چی یادمون رفت، متوسل شدیم خدا رو به عظمت پیغمبر و امیرالمؤمنین تا وجود نازنین شما متوسل شدیم، یا آقای اومد یه چوبی به ما داد و خلاصه ما این کارو کردیم و از تشنگی نجات پیدا کردیم. حضرت فرمودن کو اون چوبه؟ حالا که این چوبه مایه نجات شما شد، جاش بود که این چوبه رو نگه دارید به عنوان یه چیز عتیقه. آقا از بس که خوشحال شدم که برادرم خوب شده و من دیگه احساس تشنگی ندارم، دیگه یادمون رفت، همون بیابون انداختیمش و اومدیم. حضرت فرمودن اگه اون چوبو بشناسیم ببینی میشناسی؟ گفتم بله آقا. حضرت به غلامشون فرمودن برو تو پستو یه صندوقچه‌ای هست، اون صندوقچه رو باز بکن، یه چوب هست وردار بیار. رفت و اون چوب رو برداشت آورد. نگاه کردم همون چوبیه که تو بیابون به دست من رسیده بود. با آقا عرض کردم قصه چیه؟ حضرت فرمودن وقتی شما به من جعفر ابن محمد استغاثه و توسل کردید، من از برادرم جناب خضر خواستم، او رو فرستادم، این چوب رو بهش دادم که شما رو از اون تشنگی و از اون سختی نجاتتون بده. چی میخوام بگم؟ آیون کافیه فقط ما در زندگیمون توجهمون رو به امام و حجت خدا معطوف بکنیم. شما همه جا میرید الا در خونه امام زمان علیه السلام. بابا زینب کبرا در شدیدترین حالات و در عادی ترین حالات به امام و حجت خدا مراجعه کردن. ابن رسول الله شما چی میفرمایید؟ الان که خیمه ها رو آتیش زدن ما وظیفمون چیه؟ خیلی راحت. یعنی اگر من به پسرم، به دخترم، به خانوادم بگم که حاج خانم اگر یه وقت چیزی نیاز داشتی، اگر دیدی در وسع و توان من هست به من بگو، من نوکرتونم هستم،
براتون تأمین میکنم. اما اگر یه وقتی دید ما یه نیازی داریم تو خونه، منم نمیتونم اون رو برطرف بکنم، در عین حال اون نیاز ضروریه، به امام و حجت خدا پدر مهربانمون متوسل بشید. امام زمان علیه السلام شما را حاجت روا میکند. به نظر شما من آدرس غلط دادم؟ غیر از اینه که من مستقیم زن و بچم رو با امام زمان پیوند زدم؟ غیر از اینه؟ چرا ما این نداریم این حالت رو؟ چرا امام رو حی و حاضر نمیدونیم؟ چرا اون حس حضور رو در وجودمون ایجاد نمی کنیم؟ شما الان فرض بفرمایید الان مثلا مرحوم آیت الله مثلا حاج آقا حسن قمی رضوان الله تعالی علیه یه وقت تشریف بیارن این مجلس، الان وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ مرحوم ابوالحسن اصفهانی تشریف بیارن، یا مثلا مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله علیه تشریف بیارن تو این مجلس، ما نگاهمون، عملکردمون، عکس العملمون در مقابل این بزرگوار با مثلا یه طلبه فاضل مثلا محترمی هم وارد بشن، ما یکیه؟ نه. اگه یه آدم مثلا محترمی وارد بشه، نهایتا مثلا از همین دور من یه سلامی بهشون عرض میکنم به نیابت از همه شما. اما اگر آیت الله العظمی بروجردی وارد بشه، دیگه اصلا مجلس میریزه به هم، همه میرن به طرف در، یکی یکی میخوان وایسن دست مبارک مثلا آیت الله العظمی بروجردی رو ببوسن. نه، فرق میکنه دیگه. حس حضور. چرا وقتی که ما الان مثلا عرضم بزرگ شما که امام رضا علیه السلام که ما در خدمتشون هستیم و زیر سایه ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم، خب حالا خراسانن، چطور شده وقتی که میریم در مقابل حرم امام رضا علیه السلام قرار میگیریم، گردنمون رو کج میکنیم، دستمون رو سینه میزنیم، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا شمس الشموس، اشهد انک تسمع کلامی و ترا مقامی و ترد سلامی. یعنی اینجا که تو تهران هست، اگر به امام و حجت خدا ما سلام بدیم، امام و حجت خدا با الانش با تو مشهدش فرق میکنه؟ خب فرقی نمیکنه. وقت به من و شما دستور دادن که به امام و حجت خدا توسل پیدا بکنید، برید در خونه امام زمان علیه السلام، امام را حاضر بدانید، امام را ناظر بدانید. این حس حضور رو در وجود خودمون باید تقویت بکنیم. چه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ هر روز من کارامو با امام زمان علیه السلام یه دوره کنم. معمولا حالا ما که اینجوری هستیم، شما به حتما اینجوری هستید دیگه، معمولا کاراتونو یا روی یه تیکه ورق کاغذ یا گوشه مثلا تو کارهای فردا تو موبایلتون یادداشت میکنید. من فردا مثلا باید برم اداره مالیات، بعدش باید برم شهرداری، باید برم نمیدونم کجا، باید برم کجا. 4 تا کار، 5 تا کار، 10 تا کار برای خودت دیگه مرتب میکنی، این کارهایی که باید رسیدگی بکنم. نه، چه عیبی داره اول صبح که میخوای از خونت در بیایی، یکیه که این کارا رو با امام زمان علیه السلام یه دوره بکنی. یا ابن الحسن من امروز این کارو دارم، این گرفتاری دارم، این مشکلو دارم، یا ابن الحسن من از تو تقاضا میکنم تو کارای من به من توجه بکن. وقت شما فکر میکنید آقا یا الله ببخشید، شما فکر میکنید امام زمان علیه السلام به شما توجه نمیکنه؟ اصلا کار امام اینه، کار امام این است که من و شما رو هدایت کند. ما توجه نمیکنیم، ما توجه به امام و حجت خدا نداریم. بابا از این کار دیگه آسونتر، وقتی خیمه آتیش میگیره همه باید برن خاموش بکنن، اما زینب کبرا نرفت. فرض بفرمایید حالا یه ظرف آب پیدا بکنه، آب بریزه، خاک برداره، خاک بریزه، آتیش خیمه. نه، باید برم ببینم امام چه میگوید، امام چه دستور میدهد. حضرت فرمودن عمه جان علیکن بالفرار، فرمودن عمه جان شما و بچه ها فرار بکنید برید تو بیابونا. خب این کار خود حضرت زینب هم میدونست،
اما پیامش چیه؟ پیامش این است که ما در تمام حالات به امام و حجت خدا باید پناهنده بشیم. ببینیم امام چی میگه، امام چه دستوری میدهد، لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. بعدش هم حالا جلو دوربین صحبت کردن و تو فضای مجازی پخش شدن یک گرفتاریایی برای آدم داره که آدم نمیتونه خیلی حرفا رو بزنه، اما سربسته خیلی بازش نمی کنم. عزیزان، امروز کار من و شما بر عهده امام و حجت خداست. اگر جای دیگه رفتی راه رو بر خودت دور کردی. اول و آخر من و شما در خونه امام و حجت خداست. شما ملاحظه بفرمایید تو زیارتنامه هایی که ما میخونیم، مثلا زیارت امیرالمومنین، زیارت مخصوصه امیرالمومنین در روز میلاد پیغمبر اسلام خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله، ببینید امام و حجت خدا رو چگونه خطاب قرار میدیم. السلام علی اسم الله الرضی و وجهه المضیء و جنبه القوی. امام و حجت خدا کنار خدای عزوجل است، قدرت خدای عزوجل در امام و حجت خدا نمایان می شود. اون روز امیرالمومنین علی ابن ابی طالب امروز تمام خصوصیات، تمام ویژگی ها و تمام امتیازاتی که خداوند متعال به امیر عالم وجود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب داد به وجود اقدس و نازنین امام زمان علیه السلام عنایت کرده. چرا هی این ور و این ور میری؟ چرا در خونه امام زمان نمیری؟ چرا توجهمون رو از امام زمان علیه السلام منصرف کردیم؟ در خونه امام زمان. شاید اینو برخی از عزیزان از من شنیده باشن. یا آقایی بود در تهران، ملا قاسم علی رضوان الله تعالی علیه، آدم بسیار با شخصیت و محترمی بود. دو تا از علمای اصفهان اینا سر یه موضوع علمی با هم دیگه قطع ارتباط کردن، رابطهشون یه مقداری تیره شد. فرض بفرمایید تو بحث رجعت اینا با هم دیگه صحبت کردن. یکیشون گفت که نه، در دوران رجعت بعد از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام همه مردم برمیگردن. یکیشون گفت نه، بعضیا برمیگردن. با هم دیگه خلاصه بحث علمی کردن، نتونستن هم دیگه رو قانع بکنن. یه مقداری روابطشون مکدر شد. نمیدونم موضوع چی بوده ها، من به عنوان مثال بحث رجعت رو عرض کردم. یه مقداری روابطشون تیره و تار شد. یکی از بزرگان اصفهان خبر فرستاد برای ملا قاسم علی ظاهرا رشتی در تهران، گفتن که آقا شما با این دو بزرگوار ارتباط تنگاتنگی دارید، هر دو شما رو قبول دارن، میشه شما تشریف بیارید اصفهان، یه آبگوشتی هم ما درست بکنیم، این دو بزرگوار رو دعوت بکنیم، خلاصه شما بین اینا رو صلح و صفا ایجاد بکنید. ایشون هم قبول کرد. از تهران بلند شدن رفتن اصفهان و یه روز ظهر دعوت کردن هر دو بزرگوار رو تشریف آوردن و یه آبگوشتی هم فرض بفرمایید دادن و بحثم مطرح شد. آقا من اینو میگم، این آقا اینو میگه. خلاصه قضیه ختمه به خیر شد. این دو تا عالم با هم دیگه صلح کردن و با هم دیگه خلاصه روبوسی کردن. شما رو به خیر، ما رو به سلامت. شد عصر. ملا قاسم علی آقا گفت که خب حالا ما که تا اصفهان اومدیم یه تکبا هم بریم تخت پولاد. تخت پولاد بزرگانی رو در خود داره. حتی برخی از انبیا در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شدن. یک قبرستان بسیار با عظمت، فکر میکنم دومین قبرستان در جهان اسلام بعد از قبرستان به اصطلاح واد السلام نجف قبرستان تخت فولاد اصفهان باشه. رفتن اونجا و اتفاقا عصرم بود. مرحوم ملا قاسم علی به این پیشکارشون گفتن که برو دم در به اصطلاح تخت فولاد، اونجا چند تا قهوه خونه هست، ببین عرضم بزرگ شما که کدومشون قلیون دارن، یه دونه قلیون برای من چاق کن ورد و بیار. برنامه هر روز ملا قاسم علی این بود که عصرا که میشد یه قلیون چاق میکردن، خلاصه ایشون قلیون میکشیدن. گفت رفت و برگشت.
نگاه کردید که تمام قهوه خونه ها بستن. گفت که جناب آقا من رفتم اما تمام قهوه خونه ها بسته است، فقط پنجشنبه جمعه ها که مردم خیلی اینجا تردد دارن باز میکنن. گفت خیلی خوب. اولش با خودش گفت خب حالا که وقت قلیونمون هست برگردیم خونه اون میزبانمون قلیونمون رو بکشیم. بعد ارزم بزرگ شما گفت حالا که ما این همه راه تا تخت پولاد اومدیم لااقل بعضی از بزرگان اینجا رو زیارت بکنیم، بعدا انشالله حالا میریم. به نفسش هم یه قولی داد، گفت که حالا شب که رفتیم به جای یه قلیون 2 تا قلیون میکشیم که خیالمون راحت باشه، یه وقت مدیون خودمون نباشیم. گفت رفتیم و مرحوم ملا قاسم علی گفت رفتم توی مقبره مرحوم میر فندرسکی، رفتم که اونجا عرضم بزرگ شما که یه فاتحه‌ای بخونم، دیدم یه آقایی با لباس ژنده، معلومه که مسافره، آدم شهری نیست، از سفر اومده، اون گوشه نشسته. منم خیلی توجه نکردم، رفتم کنار قبر مرحوم میر فندرسکی نشستم. یه وقت دیدم اون آقا از اون گوشه گفت که شما یاد نگرفتید وقتی که در یک جمعی وارد میشید، یک جایی وارد میشید، یک شخصی اونجا هست سلام بکنید؟ گفتم ببخشید معذرت میخوام، متوجه نشدم، متوجه حضور شما نشدم. گفت دیگه عذر بدتر از گناه توجیه هم که میکنی. گفتم آقا معذرت میخوام. گفت رو کرد به من گفت که شما قلیون اشتها کردی؟ گفتم بله. گفت که برو اون گوشه مقبره یک کیفی هست، یک کیسه‌ای هست، برو از اونجا عرض به محضرتون که بساط قلیون رو وردار و خودت چاق بکن. ملا قاسم علی به پیشکارش گفت برو اون کیسه رو باز کن قلیون رو چاق کن. گفت نشد. اون بزرگوار گفت نشد، قرار شد که خودت بری کار خودتو بکنی، برو قلیون رو بردار چاق کن. منم رفتم کیسه رو باز کردم، دیدم بله بساط خلاصه قلیون و تنباکوی خنثار و اعلا و خلاصه زغال و همه چیز مرتبه. برداشتم و خلاصه عرضم بزرگ شما که قلیون رو چاق کردم و کشیدم و نعشه شدم و خلاصه خیلی سر حال اومدم. با آقا عرض کردم، گفتم که حالا این بنده خدا ظاهرا مسافره، اگه غلط نکنم این آقا از هند اومده، اگه از هند اومده باشه با این کارایی که خلاصه کرده حتما علم کیمیا هم بلده. بهش گفتم آقا ببخشید علم کیمیا هم میشه به ما یاد بدید؟ رو کردم به من گفتن که علم کیمیا به چه دردت میخوره ملا، عوضش یه چیزی بهت یاد میدم که توی گرفتاریا و مشکلات این جمله رو که بگی خدا به برکت این جمله مشکلات تو را حل میکند، هم به درد تو میخوره هم به درد بقیه مردم و شیعیان میخوره. گفت تا اینو گفتم آقا خب بفرمایید. شروع کرد گفت این هر وقت کارت به استخونت رسید بگو یا محمد و یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. گفتم به 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 به، عجب جملات زیبایی. آقا اجازه میدید شما دوباره بگید من این جمله رو بنویسم؟ گفت که بفرمایید. هرچی گشتم دیدم نه خودکار و قلم دارم نه کاغذ. گفتم آقا قلم و کاغذ ندارم. بزرگوار گفت برو تو همون کیسه، حالا کیسه ای که بند و بساط قلیون بوده، برو تو همون کیسه بردار. رفتم نگاه کردم دیدم هیچ اثری از قلیون و دم و دستگاه قلیون نیست، عوضش چند تا کاغذ هست، قلمم هست. کاغذ رو برداشتم گفتم آقا بفرمایید بفرمایید. اون بزرگوارم فرمودن بنویس یا محمد و یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. نوشتم تا به کلمه ادرکنی رسیدم. گفتم آقا ببخشید، حالا فاضل عالم درس خونده حوزه، آقا ببخشید این جمله اشتباه املایی داره ها. گفتن چی؟ گفت خدمتشون عرض کردم آقا ما داریم اینجا از پیغمبر خدا استعانت پیدا میکنیم، از امیرالمؤمنین، از حضرت زهرا، از امام زمان علیه السلام. اینا 4 نفرن. 4 نفر که باشن باید جمع بعد بگیم ادرکونی، شما 4 نفر منو خلاصه کمکم بکنید. تا این جمله رو من گفتم یه نگاه تندی به من فرمودن ببین
هر جا که بری در خونه پیغمبر خدا، در خونه امیرالمؤمنین، در خونه فاطمه زهرا، گره کار شما باید به دست ما باز بشود. یا محمد و یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. شما هر جا که برید توسل پیدا بکنید، باز بر میگرده میچرخه در خونه امام زمان علیه السلام. حالا هزاری هم که شما بری حرم آقا علی ابن موسی رضا، اگر امام رضا علیه السلام بخوان به من و شما عنایتی بکنن، به دست با کفایت امام زمان علیه السلام است. این توجه رو ما نسبت به امام زمان باید داشته باشیم، امام رو حاضر بدونیم. چه عیبی داره من هر روز با امام زمان علیه السلام مثل یک پدر مهربان با او برخورد بکنم؟ آقا مگه پیغمبر خدا نفرمودن انا و علی ابوا هذه الامه؟ تعارف کردن این که امیرالمؤمنین پدر من و شماست. مگه علی ابن موسی رضا علیه السلام نفرمودن که الامام الوالد الشفیق و الام البرة بالولد الصغیر؟ این دیگه به چه زبونی به من و شما بگن؟ امام زمان علیه السلام جایگاهش اینه، مثل یک پدر دلسوز و مهربان نسبت به فرزندانشه. حالا اگر اول صبح شما بلند شید به امام زمان علیه السلام سلام بکنید، السلام علیک یا بقیت الله، آقای من سلام علیکم، صبح شما بخیر، کار اشتباهی کردید؟ یا اینکه توجه امام زمان علیه السلام رو به خودتون جلب کردید؟ از یکی از دانش آموزا سوال کردم پسرم شما امروز صبح که بلند شدی چیکار کردی؟ آقا رفتم، حالا شایدم میترسید به من بگه، آقا نماز خوندم. گفتم میدونم، قبل از نماز چیکار کردی؟ آقا معلومه دیگه، رفتم وضو گرفتم. گفتم میدونم وضو هم گرفتی، قبل از وضو گرفتن چیکار کردی؟ گفت آها حاج آقا من دیشب خونه مادر بزرگم بودم، خونه پدر بزرگم بودم، اتفاقا تو سالن و تو حال خوابیده بودم. بعد که صبح بلند شدم نگاه کردم مثلا مادر بزرگم کنار سجادش نشسته داره دعا میخونه، به مادر بزرگم سلام کردم. گفتم آفرین آفرین که به مادر بزرگت به پدر بزرگت سلام کردی. حالا چرا سلام کردی؟ گفت به خاطر اینکه خب آقا بزرگتره، پدره، مادره، پدر بزرگ، مادر، باید احترام بکنیم. گفتم حالا چه عیبی داره شما هر روز صبح وقتی بلند میشی به امام زمان علیه السلام سلام بکنی؟ آقای خوبم دیشب به لطف و عنایت شما راحت خوابیدم. شما به من لطف کردی، الحمدلله چرخای زندگیم خوب داره میچرخه، خونه دارم، زندگی دارم، زن دارم، همسر دارم، بچه دارم، نمیدونم پول و الحمدلله اتاق خوابم نمیدونم تهویهش مناسب، سرد گرم، همه چیز مرتب. یا ابن الحسن من الحمدلله دیشب راحت خوابیدم. یا ابن الحسن دیشب شما راحت بودید؟ همین یه جمله. توجه به امام زمان، این که حس حضور به خودمون بگیریم. عرضم تمام. خدایا به آبروی زینب کبری، وقت به ما گفتن هر وقت خواستید متوسل به امام زمان علیه السلام بشید، اون موقعی که دیگه خیلی کار بر شما سخت و دشوار بود، امام زمان علیه السلام را به حرمت عمه جانشون زینب کبری سلام الله علیها قسم بدید. خدایا عیدی همه ما را به حرمت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، به شادی ابی عبدالله الحسین علیه السلام در امشب و فردا، ولادت با سعادت زینب کبری، خدایا عیدی همه ما را فرج موفور و سرور و مجده ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. ثوابی از این مجلس به ارواح مؤمنین و مؤمنات، پدران و مادران و حقداران و گذشتگان عائد و واصل بدار. تا عزیزان تشریف بیارن و انشالله از محضرشون بهره مند بشیم، صلوات عنایت بفرمایید.